ای کسی که شرک را انجام دادی، ای کسی که شب و روزت در بالای قبر است و مزار است و در پهلوی طاغوت است و لشکری طاغوت است، تو مشرک هستی، تو کافر هستی. اگرچه کسی به تو نگفت، اگرچه تا امروز تو را همه مسلمان گفت، اما بدان که الله و رسولش تو را مشرک و کافر و مرتد گفت. ای کسی که نماز میخوانی و در پهلویش قبر پرست هستی، ای کسی که حج رفتی و در پهلویش لشکری طاغوت گشتی، ای کسی که خود را مبارز میگویی، خود را دفاع کننده و بگوییم یک مبارز راه حق میگویی، اما مبارزت به علمانی هست و دموکراتی است. ای کسی که خود را مسلمان گفتی و باز مشرک و کفار را موالات کردی و برادرش خواندی، ای کسی که خود را مسلمان میگویی و هیچ عملی نمیکنی، ای کسی که خود را مسلمان گفتی و نماز نمیخوانی، بدان که اگر تمام مردم تو را مسلمان بگویند، بدان که الله و رسول الله و این دینی که بر رسول الله نازل شد، قرآن و سنت تو را تکفیر کرده، تو مشرک هستی، تو کافر هستی. مسلمان گفتن مردم تو را مسلمان نمیکنه. مسلمان گفتن مردم اگرچه در این دنیا قلبت را آرام میکند، گمان میکنی که نجات یافتی، اما تو مسلمان نیستی. مسلمان گفتن مردم تو را از عذاب قبر نجات نمیده. مسلمان گفتن مردم تو را در روز قیامت در نزد الله نجات نمیده. نجات تو در توحید است، نجات تو در ترک کفر و شرک است، نجات تو در کفر ورزیدن به طاغوت است، براءت از کفار و مشرکین و تکفیر آنهاست. تا زمانی که انجام ندادی، تا زمانی که چنگ به لا اله الا الله نزدی، تو مسلمان نیستی. لا اله الا الله به تو فایده نخواهد. اگرچه خودت را فریب بدهی، اگرچه عالمای طاغوتی، دعوتگران طاغوتی، قبوری ها، رافضه ها، حزبی ها، آذری ها شب و روز تو را مسلمان گویند، روز می شود که دو دستت را به زمین زده گریان و نالان فریاد میزنی که ای کاش دوباره به این دنیا می رفتم و چنگ به لا اله الا الله نیست. لا اله الا الله که لا اله الحق نفی است و کفر بر طاغوت است و براءت است و تکفیر است، الا الله ایمان به الله است و اثبات است و قصد الله و اخلاص و تعظیم و بزرگ رجاء و خوف است. تا زمانی که این رکنها را و شرطهای صحت این لا اله الا الله را به جا آوردی، تا زمانی که نفر و اثبات را یک جا جمع نکردی، اثبات کردی نفی نکردی، نفی کردی اثبات نکردی، بدون که مسلمان است. کلمه لا اله الا الله به تو فایده نخواهد. حسن بصری رحمه الله کبار تابعین را پرسیدند که آیا خودی کلمه لا اله الا الله انسان را نجات میدهد؟ گفتند کلمه لا اله الا الله کلید جنت است، اما کلید به خود دندانه ها دارد. دندانه که نیست، شرط ها که نیست، هیچ کلید به تو فایده نمیده. کلیدی که دندان ندارد فایده ندارد، دروازه باز نمیشه. عقل داری، خرد داری، حال هم وقت داری، توبه به سوی الله. یا عباد الله توبوا الى الله، توبوا الى الله توبه نصوح. ای بندگان الله، ای بندگان الله، توبه کنید به سوی الله، توبه کنید، بیایید به جانب به دین الله، به توحید چنگ بزنید. امروز زیادند کسانی که به کفر دست زدند، به ردت دست زدند، به شرک دست زدند. ناامید نباشید و توبه کنید به سوی توحید باز آیید.